الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، خوبان و مهربانانی که تا این قسمت از برنامه تجلی اخلاق اسلامی ما رو یاری نمودید. صبورانه همچنان با شما هستیم با مبحث صبر در سومین برنامه این بحث زیبا. صفات صابرین چگونه صفاتی است؟ انسان صبور چه انسانیه؟ چه ویژگی هایی داره انسان صبور؟ صبر چگونه باید باشه؟ صبر بر عبادت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت. آیا غیر از اینها چیز دیگه هم لازم هست برای صابر بودن؟ اولین ویژگی که در باب صبر باید مد نظر باشه، اولین صفتی که خیلی مهمه در مقبولیت صبر، اخلاص صفتیه که برای قبولی هر عبادتی لازمه. صبر باید خالصانه به خاطر الله باشه، به خاطر رضایت الله باشه، چه بر عبادات چه بر معصیت ها و چه در مصیبت ها. در این عبادت یعنی صبر هیچ کسی دیگه نباید شریک باشه با الله تعالی. وقتی ما به خاطر عبادت‌هاش صبر میکنیم، در این عبادت کسی دیگه رو شریک نکرده باشه. وقتی بر منهیات هست، به خاطر رضای الله این کار رو نکنیم، نه به خاطر شخص دیگری، چه فرشته‌ای، چه پیغمبری، چه نبی، چه ولی، هر کی میخواد باشه. و بر مصیبت ها هم اگر صبر میکنیم به خاطر تعریف مردم نباشه، به خاطر دوره بری ها نباشه، به خاطر این نباشه که بگن به به چه انسان صبوری، فلانی رو دیدی باباش فوت کرده بود، برادرش فوت کرد، این مشکلات، این مصیبت ها خم به ابرو نمیاره، منتظر باشه همچین چیزهایی رو بشنویم. نه، به خاطر این نباشه، به خاطر این که از ما تعریف میکنن، به خاطر این که دوره بری ها زشت جلوی جمع، اگر یا مردم چی میگن، تو این کار بکنی مردم چی میگن. خالصانه به خاطر الله باشه، این عبادته. اون اولی هم صبر هست، اما اون عبادتی که ما مد نظر ماست و فواید بسیار زیادی برای ما داره که انشاءالله در آخر برنامه بهش خواهیم رسید، اون این نیست. اولین صفت اخلاص. دومین موضوعی که در باب صبر بسیار مهمه و باید مد نظر باشه، بحث صبر از ابتدای مصیبت و مشکل. وقتی مصیبتی به انسان میرسه، خیلی ها همون اول به بهانه این که ما داغداریم، به بهانه این که خب سخت تحملش مشکله، تو خودت تو جای ما نگذاشتی، هنوز تو خود نمیدونی، تو خودت نچشیدی، تو نرسیدی به این چیزی که من رسیدم، تو نمیدونی من چی میکشم، تو منو درک نمیکنی، هرچی به زبونشون میاد میگن. بعضی ها متاسفانه حتی خداوند متعال رو زیر سوال میبرن، جملاتی از درونشون خارج میشه که اصلا کفرآمیز، بسیار خطرناک. درسته که طبیعت انسان متأثر میشه، انسان عاطفه داره، انسان به هر حال محبت داشته نسبت به دور بریای خودش. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم که عزیزترین انسان روی زمین بود، وقتی ابراهیم علیه السلام فرزند مبارکشون داره با فانی رو ودا گفتن، حضرت صلی الله علیه و سلم
اشک‌های مبارکش جاری شد. صحابه عرض کردن یا رسول الله شما هم اشک میریزید. فرمود العین تدمع. اشک خود به خود میریزه، نمیشه کنترلش کرد. والقلب یحزن. قلب هم ناراحت میشه، یعنی اندوهگین میشه. این هم دست خود انسان نیست، این دوتا دست انسان نیست، حقیقتا سخت کنترلش. اما مسئله سوم خیلی مهمه. به خاطر این دو انسان مؤاخذه هم نمیشه، به خاطر چشم و قلبش که چرا متأثر شدن، چرا چشمش تر شد، چرا قلبش متأثر شد. طبیعت انسان باید این گونه باشه. اما سومی، حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود ولا نقول الا بما یرضی به ربنا او کما قال علیه السلام. اما چیزی نخواهم گفت مگر اون چیزی که الله تعالی راضی باشه. زبون خودم رو کنترل میکنم، ناشکری نمیکنم. حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه بنا به روایت بخاری نقل میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی بر قبرستانی گذر میفرمودن و زنی مصیبتی بهش رسیده بود. یکی از بستگانش رو از دست داده بود و اونجا داشت گریه میکرد و نوحه میگفت بر سر اون جنازه، بر سر اون قبر. حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودن اتقی الله و اصبری. از خدا بترس، صبر پیشه کن. این جزع این گریه شیون، این مصیبت ها، این گونه ای نباید با مصیبت برخورد کرد. منظور این بود. ولی خب لفظ همون بود، اتقی الله و اصبری. اون زن رسول الله صلی الله علیه و سلم رو نشناخت. برگشت گفت مصیبتی که من رسیده به تو نرسیده، تو چه میدونی من چی میکشم؟ حضرت صلی الله علیه و سلم یک نگاه بهش انداختن. بزرگترین معلم تاریخ، بزرگترین کسی که انسانها رو شناخت. هیچ کسی بیشتر از رسول الله صلی الله علیه و سلم و بهتر از رسول الله صلی الله علیه و سلم انسانها رو نشناخته بود. شرایط ایشون رو درک می‌فرمود. هیچی نفهمید، هیچی نگفت. تشریف بردن. صحابه دور بریا گفتن چه کردی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. اون زن پریشان شد، مضطرب شد. نمیدونست اولش که رسول الله صلی الله علیه و سلم. بلند شد، سریع خودش رو به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسوند، معذرت خواهی کرد. گفت یا رسول الله نمیدانستم شمایید. حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند الصبر عند الصدمة الاولى. صبر در همون لحظه اول باید انجام بشه. در همون لحظه اول باید انسان صبور باشه. نه اینکه انسان همون لحظه که مصیبت بهش میرسه هر چی دانش در اومد به خدا و رسول و زمین و زمان بگه و بچسبونه و هر چی گفت، هر کی اومد هر چی خواست بگه. بعد که 2 روز 3 روز 1 هفته 10 روز 1 ماه گذشت، خوب خالی شد، دیگه حرفی برای گفتن نمونده، چیز دیگه بلد نیست بگه. اون موقع بگه خب دیگه الان صبوری میکنم دیگه، حالا میشینم یه گوشه. دیگه الان چه کار میخواید بکنه شما؟ چه کار مونده که نکرد؟ دیگه هر چی از دهن انسان در بیاد بگه بعدش بگه صبوری میکنم. نه. یکی از صفات صابرین اینه که اینها در همون لحظه اول صبورند. اینها همون اول تکون نمیخورن، صاف میستن. نه شادی ها اینها رو زیاد متأثر میکنه، خودشون رو گم کنن، شروع بکنن به حرکات موزون و کمر خم کنن، راست بکنن، اینو بچرخون اونو بچرخون. نه اینکه در مصیبت ها مشت به سر و کله میزنن و لباس پاره بکنن، سیاه بپوش و گریبان پاره بکنن، جیغ بدن، فریاد بکش. نه. هم شادی هاشون کنترل میشه، در شادی ها هم صبورن. چون نیست که فقط در غم ها باشه. صبر در همه چیز. اعتدال. خب فلانی، یعنی اصلا ما هیچ شکوه نکنیم، گرایی نکنیم، اصلا هیچ حق نداریم وقتی که مصیبتی ما رسید ما اصلا حرف بزنیم. اصلا اگه ما شکوه کردیم، اگه ما دردمون یه جایی گفتیم، اگه خب انسان باید خالی بشه، یه جایی خودشو برخالی بکنه، بره به چیزی، اون قصه درونی خودشو بریزه بیرون وقتی مصیبت میرسه، وقتی عزیزی از پیش انسان میره. این کارم نکنیم. اگه کردیم صبور نیستیم. نه. این کار اشکال نداره، به شرط اینکه شکوه کردن، گلایه کردن 2 نوعه. اگه شکوه از الله تعالی باشه، شکوه الله رو پیش مخلوقش کردن،
گناه و معصیت جایز نیست. از قادر و مقتدر به پیش بندگانش شکایت کردن، از عزیز به پیش ذلیل شکایت کردن، از غنی به پیش فقیر شکایت کردن، از مالک الملک پیش بندگانش، پیش مخلوقینش شکایت کردن، این درست نیست، این منصفانه نیست، این صفت یک انسان مسلمان نیست. اما عکسش چرا؟ انسان از مخلوقات الله که این مصیبت و این دردها و رنجها هم جزئی از مخلوقات الله به پیش الله شکایت کردن این عبادت. پس شکوه کردن از الله جایز نیست، شکوه کردن به الله به پیش الله این عبادت. بسیاری از انبیای تعالی، انبیای الله تعالی، انبیای بزرگوار خداوند متعال هم این نمونه شکوه ها رو داشتن. در قرآن مجید حضرت ایوب علیه السلام که نمونه صبره، نماد صبره، صبر ایوب ضرب المثل شده اصلا. با اینکه الله تعالی وقتی که ایشون رو معرفی میفرمایند در آیه مبارکه، الله میفرماید انا وجدناه صابرا، ما ایوب رو صابر یافتیم. ایوب صابره. خود الله تعالی مهر تایید زده بر صبور بودن ایوب علیه السلام. نعم العبد انه اواب، چه بنده خوبی بود، بسیار توبه گذار بود، بسیار صبور بود. ایوب علیه السلام که تمام اهل و عیال خودش رو از دست داد، تمام سلامتی جسم خودش رو از دست داد، فقط یک همسر مهربان براش مونده بود و اون همسر مهربان حق همسری رو چقدر زیبا ادا کرد و چه نتیجه زیبایی چشید حضرت ایوب علیه السلام از این صبرش که تمام اون چیزی رو که از دست داده بود دوباره پس یافت. با این که الله تعالی مهر تایید میزنه بر صبور بودن حضرت ایوب علیه السلام و میفرماید انا وجدناه صابرا، ما ایوب علیه السلام رو صابر یافتیم. اما خود الله تعالی در قرآن کریم سوره انبیاء آیه 83 میفرماید که واذکر عبدنا ایوب، بیار پیامبر ما ایوب رو. ما وقتی به تو ذکر میکنیم مطمئن باشین اتفاق افتاد. اذ نادى ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، ای الله به من مصیبت رسیده، من دچار مشکل شدم، دچار مرض شدم، مریضی شدم. در آخر مریضی های خود ایوب علیه السلام این جملات رو و انت ارحم الراحمین، مهربانترین و مهربانان شمایی. معنای مفهوم اینه که خدای به داد من برسید. شکوه کردن از مصیبت، از مریضی، از اون مشکلی که ایوب علیه السلام رسیده، شکوه کرد به پیش الله. داستان یعقوب علیه السلام که یوسف علیه السلام چه اتفاقی افتاد، یا یعقوب علیه السلام در فراق حضرت یوسف چنان اشک ریخت که نابینا شد. همه عزیزان میدونن این داستان زیبا رو. وقتی که خبر دروغین خورده شدن یوسف علیه السلام به دست گرگ به حضرت یعقوب علیه السلام رسید، فرمود فصبر جمیل، من صبری بسیار زیبا پیشه میکنم. با این وجود الله تعالی در آخر این سوره در آیه 86 این سوره میفرماد که حضرت یعقوب علیه السلام که صبر جمیل رو الله تعالی وقتی یک داستانی رو ذکر میکنه معنی تایید اونه. صبر جمیل یعقوب علیه السلام یکی از صفاتش این بود که انما اشکو بثی و حزنی الی الله، که من غمهای درونی خودم رو، مصیبت وارد شده به خودم رو، اون چیزی که به من رسیده، این پریشانی و این نگرانی، این اضطراب رو به پیش الله تعالی فقط گله میکنم. این درد خودم رو پیش الله تعالی میبرم. تا همینجا بحث رو نگه میداریم و انشاءالله بعد از میان برنامه بحث زیبا رو ادامه خواهیم داد. با ما باشید. سلام مجدد. یعقوب علیه السلام درد فراق دوری زیباترین فرزند خودش و زیباترین انسان دوران خودش رو، پیامبر بزرگواری مانند یوسف علیه السلام رو، مصیبت سختی بود. بیش از 40 سال دوری، ندیدن فرزند،
همین کافیه که وقتی یک پیغمبری در فراق فرزندش انقدر اشک میریزه که نابینا میشه، خود این دلیل بر عمق این مصیبت. با این وجود این مصیبت بزرگ رو حضرت یعقوب علیه السلام فقط به پیش الله تعالی برد، پیش هیچ کس دیگه ای نبرد. نرفت پیش یه عده‌ای بشینه که ها بچهای من این کارو کردن، بچهای من اینطوری کردن، اینا این کارو کردن، اینجوری بدبخت کردن منو، بیچاره کردن منو. نه، غیبت بکنه از بچهای خودش پیش این پیش اون، حتی با اینکه مقصر هم بودن، واقعا فرزندان یعقوب علیه السلام خودشون هم معترف بودن به جرمشون در آخر کار و طلب مغفرت کردن از یعقوب علیه السلام برای خودشون. این صفت یعنی شکوه کردن، گلایه کردن از مصیبت ها به پیش الله تعالی، این صفات انبیا است. یکی از صفاتی که انبیا تعالی در صبر خودشون داشتن. ما باید این صفت رو یاد بگیریم. الله تعالی در آیه 155 سوره مبارکه بقره که در ابتدای بحث صبر هم اشاره کردم بهش، فرمود ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. یقینا ما شما را خواهیم آزمود با گرسنگی ها، با تشنگی ها، با ترس، با نقص یعنی ایجاد مشکل در جانهای شما، بیماری ها، در محصولاتی که به دست میارید، در مالهای شما. و در این میان بشارت بده صابرین رو. کیا هستند صابرین؟ در این آیه مبارکه الله تعالی صفات صابرین رو برای ما در آیه بعد 156 بیان می‌فرماید. الذین اذا اصابتهم مصیبة، وقتی مصیبتی به اونها میرسه اینها چی میگن؟ انا لله، قالوا انا لله، ما از آن اللهیم. متوجه میشن به الله، مصیبت ها و مشکلات خودشون رو پیش الله میبرن، به رحمت الله متوسل میشن، نه به این قبر، نه به اون قبر، نه به این شخص، نه به اون شخص. انا لله، ما از اللهیم و انا الیه راجعون، و ما به سوی الله باز میگردیم. عمق توحید، اصل توحید. یکی از صفات صبر که بسیار مهمه، صفات صابرین، یکی از ویژگی های صابرین اینه که در مصیبت ها هر سوی نمیرن تا یک چیزی مشکلی پیدا شد، تا یک چیزی رو گم کردن، آقا فلانی توی کاسه آب نگاه میکنه مشکل شما رو حل میکنه. حضرت یعقوب علیه السلام فرزندش یوسف علیه السلام رو گم کرد، 40 سال خورده‌ای پیداش نکرد، بیشتر 40 سال بنابر روایت مفسرین. از این کارا بلد نبود، پیداش نکرد، انقدر هم اشک ریخت، گریه کرد، کور شد، نابینا شد در فراقش، چشمان خودش رو از دست داد. تا فلانی از سفر دیر کرد، بریم پیش فلانی سرکتاب باز کنه برای ما ببینیم چی کار میتونه بکنه. تا پزشک کسی رو جواب کرد بریم فلانجا ببندیم، نخی ببندیم به یک درختی، نخی ببندیم به یک قبری، بریم اونجا آتش روشن بکنیم. سبحان الله، اینو نگاه کنید. برید یک شمع روشن کنید اونجا بگذارید، آتش روشن کنید، توسل به چی معلوم نیست، به آتش، به صاحب قبر، به کی. صبر در مصیبت، ایمان انسان در این مواقع مشخص میشه. عرض کردیم در قسمت گذشته که مشکلات و مصیبت ها بسیارش به خاطر اینه که ایمان ما آزمایش بشه، تا راستگویان از دروغگویان، مؤمنین از منافقین مشخص بشن، تا مشخص بشه که واقعا ما اون چیزی که میگیم ایمان داریم یا نه. تا تقیب توقی خورد سراغ این قبر، سراغ اون آقا، سراغ این جادوگر، سراغ اون، معلوم نیست که شخص چه جوری هست، چه آدمی هست. نخ ببند، سرکتاب باز بکن، قفل باز بکن، این ببند، اونو ببند. نه، صابرین، مخلصین، متقین، همه اینها به هم ارتباط داره. و اخلاص تمام فقط به خاطر الله، هیچ کسی رو شریک نمی کنن در عبادت صبرشون، فقط پیش الله میرن. انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. اینهان که صاحب فضلن، اینهان که درود الله بر اون هست،
و رحمت الله شامل حال اینها میشه. اینا رو الله کمک میکنه، اینا مشکلاتشون حل میشه. و اولئک هم المهتدون، و اینها همون هدایت شدگانن. اینها اون کسانی هستند که مشکل اینها از کنون الله برطرف شد و به راه راست هدایت شدند. ان الصفا والمروه من شعائر الله. بعد از این آیات بحث صفا و مروه مطرح میشه که صفا و مروه از شعائر الله است، از مقدسات. کسی که عمره میکنه اشکالی نداره که اینجا رو هم بره طواف بکنه. این سعی که بین صفا و مروه است. بسیاری از حافظان قرآن و قاریان وقتی به این آیه میرسن، قبل از این که به این آیه، یعنی آیه 158 برسن، سعی میکنن که به رکوع برن. یعنی وقتی در نماز تراویح میخونن این آیات رو قطع میکنن. بسیاری احساس میکنن بین اون آیات و این آیه هیچ ارتباطی نیست، در حالی که انقدر که ارتباط در این دو آیه، یعنی آیه 157 و 158 وجود داره، شاید در کمتر جای از قرآن همچین ارتباط عمیقی وجود داشته باشه. در آیه قبل راجع به سبت صحبت میشه، اینجا یک دفعه بحث میره سراغ به سمت صفا و مروه. صفا و مروه اصلش، جریان از کجا شروع شد؟ صفا و مروه یادآور هاجر علیه السلام، علیها السلام، مادر اسماعیل علیه السلام، همسر ابراهیم علیه السلام، بزرگترین بتچکان تاریخ. وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام آمد به دستور الله، حضرت اسماعیل طفل خردسال رو در بیابان برهوت مکه، در اون زمان هیچ چی نبود، حتی کعبه هم مشخص نبود، کعبه هم نبود در مکان کعبه، در اون محل فقط هیچ آبادی هم نبود، گذاشت مادر به همراه طفلش و حرکت کرد، داشت برمیگشت به دستور الله. حضرت هاجر رفت جلوی حضرت ابراهیم علیه السلام رو گرفت. آیا به دستور الله این کار رو میکنی یا ما رو همینجوری میگذاری میری؟ فرمود نه، دستور رسید از سمت الله. حضرت هاجر فرمود پس الله ما رو از بین نخواهد برد. تمام اون چیزایی که در آیه اول، یعنی 154 155 در همین بحث ذکر شد، ولنبلونکم بشیء من الخوف، جوع، نقص من الاموال والانفس والثمرات، همه اونها بود در این معرکه. ترس بود از اینکه یک مادر با یک بچه در این بیابان چیکار بکنه. نقص، خوف، جوع، گرسنگی بود. هاجر، اسماعیل هیچ گرسنگی اینجا غذا نداشتن بخورن. آب نبود که این جریان زمزم بعدن به خاطر پیدا کردن آب برای اسماعیل علیه السلام از زیر پای حضرت اسماعیل علیه السلام این چشمه جوشید. جوع بود، گرسنگی بود، ترس بود، نقص اموال، مالی نمونده بود، تموم شد در چی بود. والانفس، حتی در 3 نفر بودن یکی رفت 2 نفر موندن، یکیشون کم شد. مصیبت، دوری، غربت ابراهیم علیه السلام، پدر رفته، مادر و فرزند رو گذاشتن اینجا. همه اینها بود. اما صبر حضرت هاجر علیه السلام به خاطر الله صبر کرد، چون میدونست حضرت ابراهیم علیه السلام پیغمبر بزرگ خداونده، بدون دستور الله کاری رو انجام نمیده. نتیجه این صبر چی شد؟ وقتی بین صفا و مروه 7 بار رفت و آمد با امید آب، وقتی سراب میدید در صفا میرفت به مروه، از مروه میومد به صفا، رفت اومد. انقدر این صبر و این صبوری زیبا بود برای الله تعالی که تا قیامت تثبیت شد و تمام انسان‌ها، مسلمان‌ها رو الله تعالی در همین مسیر برای یاد هاجر علیه السلام و اسماعیل علیه السلام روانه کرد. خود ابراهیم علیه السلام وقتی که در مصیبت‌ها گرفتار میشد، اونجایی که وقتی به آتش انداختنش، چه کرد؟ وقتی مریض میشد چه میکرد؟ در سوره شعراء آیه 80 الله تعالی به نقل از ابراهیم علیه السلام میفرماد و اذا مرضت فهو یشفی. من وقتی مریض میشم الله که منو شفا میده، دست به سمت الله دراز میکنم. حضرت موسی علیه السلام وقتی که اون قبطی رو زد و کشته شد ناخواسته و خبر رسید که ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، عده جمع شدن میخوان تو رو بکشن. موسی خبر شدن که تو زدی، فرار بکن. حضرت موسی پا به فرار گذاشت و رفت به سمت مدین پیش حضرت شعیب علیه السلام و دید 2 نفر. در سوره قصص مفصل این داستان رو عزیزان میتونن مطالعه بکنن. اونجایی که آمد و دید که 2 تا دختر گوشه‌ای، 2 تا خانم ایستادن و گوسفندای خودشون رو دور گرفتن از چشمه آبی و نزدیک نمیشن، خلاصه
بعد آمد به سنگی بود که مانع رسیدن آب اونها بود، برداشت آب رفتن، اونها آب خوردن رفتن پیش پدرشون حضرت شعیب علیه السلام داستان رو ذکر کردن. در همین اثنا قبل از این که اونها به خانه برن، حضرت موسی علیه السلام فسقا لهما، آب داد به گوسفندای اونها، معجزه‌ای که نزد اونها بود. ثم تولی الی الظل، رفت زیر سایه یه درختی پیدا کرده و زیر سایه‌اش نشست و گفت که فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا هر خیری که از جانب شما به من برسه من محتاجم، من نیاز دارم. حضرت موسی علیه السلام هیچ کسی رو با خودش نیاورده، هیچ چی نداره، فرار کرده، جان خودش رو گرفته فرار کرده، از مصر رفته به مدین، تک و تنهاست، هیچ کی همراهش نیست، نه پول داره، نه خونه‌ای داره اینجا، نه پدر مادری همراهش هست، نه دوست و آشنایی همراهش هست، هیچ کی، حتی حضرت شعیب علیه السلام هنوز نمیدونه که این آقا اینجاست، هیچ کی نداره. خدایا در این مشکلات، در این مصیبت ها، در این سختی ها صبر میکنه. صفتش چیه؟ صفتش اینه که از الله میخواد، دست گدایی به پیش غنی دراز میکنه، شکایت غنی رو پیش فقرا نمیکنه، بلکه از فقرا به پیش غنی تقاضا میکنه، ازش میطلبه. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. الله تعالی جوابش رو چی میده؟ نتیجه این صبر، نتیجه این استقامت، نتیجه این بردباری در راه الله، در راه اطاعت الله، در راه قبول نکردن حکم طاغوتی فرعون، عبادت غیر الله، سرخم نکردن در مقابل غیر الله، به خاطر رساندن حق به بندگان الله حرکت میکنه و میره. نتیجهش چی میشه؟ بعدا حضرت شعیب علیه السلام گفت برید اونو دعوت کنید، رفتن خونه و بعد حضرت شعیب علیه السلام گفت من یکی از دخترای خودم رو به عقد شما در میارم. ازدواج کرد، اونجا اون صاحب خونه شد، صاحب همسر شد، صاحب همه چی شد. این صفات مخلصین و صابرین. دومین صفتشون، اول اینکه صفت صبر همون ابتدا باید باشه. دوم اینکه ما مشکلات خودمون رو در صبر همیشه به پیش الله تعالی ببریم و فقط از الله تعالی بخوایم و به کسی دیگه ای متوسل نشیم. من خلاصه بکنم چون وقت من رو به اتمامه. صفات فواید صبر: ان الله یحب الصابرین، الله صابرین رو دوست داره. وقتی الله دوست داشته باشه آسمان دوست داره، فرشتگانش دوست دارن. وقتی اونها دوست داشته باشن در روی زمین محبوب میشه انسان. الله مع الصابرین، الله به همراه صابرینه. الله وقتی که همراه شما باشه، وقتی الله با تو، کیه که بر ضد تو باشه؟ وقتی الله با تو نیست کیه که با تو باشه؟ وقتی مالک الملک به همراه ماست چه غم داریم؟ وقتی که الله با ما نباشه کل عالم هم که باشن چه سودی میرسونه به انسان؟ انسان فایده دیگه که به انسان میرسونه، انسان رو میپزه، پخته میکنه. صبر. انسان برای پخته شدن نیاز داره به مشقت، نیاز داره به سختی. یک آجر رو شما خاکه اول گل میشه، بعد تو کوره میذارن، تا کوره نشه آجر نمیشه. نمیتونی از این ساختمون درست بکنی، شما نمیتونی روی این حساب بکنی، نمیتونی شما دیواری درست بکنی که بشه روش حساب کرد. بله میشه تا یک طبقه طبق زیاد کردن، اما نمیشه 30-40 طبق روش برد و سری میشکنه، به درد کسی هم نمیخوره. یک قطعه آهنی رو میخواید شما شمشیری درست بکنید که مفید باشه، بعد بره تو کوره، بعد حرارت ببینه، بعد پسک بخوره، بعد تو سرش بخوره، بعد این تیزی بریده بشه تا تیز بشه. و از صفات مهم دیگه ای که از فواید مهم دیگه ای که صبر برای ما داره که الله تعالی در سوره زمر آیه 10 اشاره می‌فرماید انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله تعالی صابرین رو بدون حساب کتاب اجر میده. من جمله روزه رمضان هست که این نیاز به صبر داره. الله تعالی فرمود که روزه رو من پاداشش رو میدم، چون یکی از مصداق‌های اصیل صبر، یکی از مصداق‌های بارز صبر. و مهمترین ثمره صبر در قیامت که دخول به بهشته و الله تعالی در سوره مبارکه رعد آیات 22 23 24 میفرماید والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، کسانی که به خاطر الله صبر کردن و اقام الصلاة، اقامه نماز کردن و زکات دادن، یدرؤون بالحسنة السیئة، بدی ها رو با نیکی ها جبران کردن، اولئک لهم عقبی الدار، اینها عاقبت نیکو از آن اینهاست، منزلگاه های نیک آخرت از آن اینهاست.
یدخلون الجنه، اونها کسایی هست که وارد جنت میشن. و من صلح من آبائهم و ازواجهم، اینها کسانی هستند که وارد بهشت میشن و نیکوکارانی که از آبا و اجداد اینها بودن و همسران اینها و ذریاتهم و فرزندان اینها، اونها هم با اینها وارد بهشت میشن. چه نعمت بزرگی. خانواده انسان هم با هم، بستگان و متعلقین انسان هم باش وارد بهشت میشن. و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب، فرشتگان از هر دری وارد میشن، به اونها میگن سلام علیکم بما صبرتم، درود بر شما، سلام بر شما، به خاطر صبری که کردید. این پاداش به خاطر اون صبر شماست، به خاطر اون استقامت های شماست بر طاعات، به خاطر اون صبر شماست در مقابل مصیبت ها، به خاطر اون صبر شماست در مقابل آزمایشات، در مقابل معصیت ها. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. و چه جایگاه خوبی است، چه منزلگاه زیبایی است در آخرت برای صابرین. هر چقدر راجع به صبر صحبت بکنیم بازم حق مطلب ادا نمیشه، اما به همین حد بسنده میکنیم و امیدوارم که در قسمت‌های بعدی برنامه هم ما را یاری بفرمایید. همه شما عزیزان رو به الله تعالی میسپارم و خدا یار و نگهدار شما.